بدین ترتیب با بسیج ایلات و عشایر جنوب نیروی چشمگیری در اطراف صولتالدوله گرد آمدند. علاوه بر این که همه قشقایی‌ها به صورت متحد بسیج شده بودند، اهالی روستاها و شهرهای جنوب از جمله کازرونی‌ها، کهمره‌ای‌ها، اکثریت بهارلوها، بخشی از اعراب خمسه و نیروهای دشتی و تنگستان نیز به صولتالدوله قشقایی پیوستند. من آدم زلیخا ayazda kapitan kuşun bir kızıyım. Ben şişmamışım ki babam elime gidiptir. Öyle bir oğladı yokuydu, bir kakaydı, bir bacı. Kaka gitti, rahmete gitti, zımneyle sergerden dırısı kalım. İşte geldim de bir meclis tutup evimiziydi ana. Kerri bir de başındaydı. Çarşına değişik eline adam da. Dedi bu sen beni girmeyeyim mi? Dedim yok bu girmemiştim. Vardı ben seni girdim. Dedi aziz kızım kalk. Kalk ayağa. Dedim bu asırın başımı koyayım öyle buraya. Şayet elim öyle dizisinde elim. Dedi yok bu kalk ayağa. ژنرال سایکس قشقایی‌ها را خود تحریک به جنگ کرد، چون تصور می‌کرد با یک حمله سریع و سنگین صولتالدوله تنبیه خواهد شد و قدرت او برای همیشه از بین خواهد رفت. سردار عشایر با پیش دستی تلاش کرد که ابتکار عمل را در دست گیرد. بدین ترتیب با استقرار در منطقه خان خبیث در جنوب غربی شیراز آماده جنگ با انگلیسی‌ها شد. پاسگاه خانزنیان به محاصره نیروهای مشترک کازرونی و قشقایی درآمد. در مقابل انگلیسی‌ها یک ستون نظامی به فرماندهی کلونل اورتون از شیراز به منطقه اعزام کردند. این ستون قصد انهدام اردوگاه مرکزی صولتالدوله را داشت. نیروهای انگلیسی در منطقه دهشیخ در نزدیکی شیراز قشقایی‌ها را شکست دادند، اما قشقایی‌ها بعد از چند نبرد آنها را در منطقه آقچشمه غافلگیر کرده و شکست سختی دادند. جیمز مابرلی در کتاب عملیات ایران در توصیف سواران قشقایی می‌نویسد: اسب‌های توانمند و چالاکشان از هر نشیب و فرازی می‌گذشتند. عشایر در این نبرد شجاعانه جنگیدند و برای حمله به طرف مقابل از هیچ فرصتی فروگذار نکردند. از آن طرف آتش جنگ در دشت ارژن افروخته شد. ناصر دیوان امر به شلیک داد. در همان اولین شلیک دلاوران کازرونی چندین نفر از هندیان و یک نفر افسر انگلیسی را از پای درآوردند. جنگ سختی در گرفته بود. پس از شکست هندیانی که در دشت خانزنیان بودند، محصورین در کاروانسرا نیز بیرق سفید برافراشتند و کاروانسرا به دست مجاهدین افتاد. صولتالدوله در نامه‌ای به ناصر دیوان چنین نوشت: از غیرتمندی و رشادت شما و جوانان دلیر کازرونی بی اندازه خوشوقت و ممنونم. من به داشتن دوستانی چون شما افتخار می کنم. بسیار مسرورم که ایران کهنسال در این زمان باز می تواند فرزندان رشیدی چون شما و رؤسای تنگستان به وجود آورد که زیر بار ننگ نرود. امیدوار چنانم که هرچه زودتر به مدد وطنخواهان حقیقی دست ناپاک اجنبی را از ساحت مقدس وطن کوتاه سازید. اسماعیل قشقایی.
بدین ترتیب انگلیسی ها که در جنگ با قشقایی ها در حال شکست بودند، با تسلیم شدن پاسگاه خانزنیان کلیه نیروهای خود را به شیراز برده و عقب نشینی کردند. در زمانی که صولت‌الدوله، ناصر دیوان و دیگران به سوی شیراز در حال پیشروی بودند، امیر عطاخان و محمد علی خان سالار مظفر برادر تنی و پسرعموی صولت‌الدوله به همراه اعضای حزب دموکرات آباده و همچنین بعضی از افسران ایرانی پلیس جنوب که کمیته نادری را تشکیل داده بودند، کنترل بخشی از آباده را در دست گرفته و به پاسگاه پلیس جنوب در آباده حمله کردند. در این زمان در شیراز فرمانفرما دست به کار شده و پیکی را به خدمت سردار عشایر می‌فرستد تا او را از ادامه جنگ باز دارد و با انگلیسی ها آشتی دهد. صولت‌الدوله در جواب میگوید: اولا من بنا به امر دولت مطبوعه خود برای جنگ با اجنبی های متعدی آمدم. علت هم این بوده که آنها قدم به سرزمین ایران گذاشته و فارس را تحت نفوذ رسمی خود درآوردند، قشون تشکیل دادند، به وطن من تجاوز و به هموطنانم توهین کردند. ثانیاً از امر دولت گذشته من مسلمان و دارای مذهب شیعه و تابع اوامر و نواهی مجتهدین عصر هستم و مجتهدین عموماً و آقای سید عبدالحسین لاری خصوصاً امر به جهاد با انگلیسیان دادند و ناچارم امر آنها را اطاعت کنم. پیک در پاسخ سردار عشایر میگوید: اجالتاً انگلیسی ها مبلغ 100,000 تومان به شما میپردازند و امنیت راه را از حدود اصفهان تا بوشهر به عهده شما میگذارند. به علاوه 2000 قبضه تفنگ و 4 اراده توپ بزرگ هم برای انتظامات به شما میدهند. اگر این پیشنهاد را قبول دارید بفرمایید تا به حضرت اقدس خبر دهم. صولت‌الدوله میگوید: از قول من به حضرت والا عرض کنید من حاضر هستم که از ریاست ایل قشقایی که همه به منزله فرزندان من هستند صرف نظر کنم. به علاوه مبلغ 200,000 تومان هم نقداً تقدیم کنم، مشروط بر اینکه انگلیسی ها به کلی از ایران خارج شوند. یگانه درخواست من همین است و اگر به زودی پلیس جنوب را منحل نکنند و از فارس خارج نشوند مجبورم با آنها بجنگم و تا جان در بدن دارم دست از ستیز نکشم. Bilemet tarif ederlerdi. Derlerdi moğay ki daha buradaki tekilmişlerdi obanın iyisine geldi sengeri bağladı. Reşakar'da bir müstakil yurdu aşırı rotayısına. Rotek'de haber aya diler, poybiler, bunları İngilizce kurdu içinden kaçar. Gelir diler, bize içine otobüslerini bağlıyor. Gel koy gider. Ben bilirim ki bunlar yolları o geliden gelecekler giderler. Bir yol artık yoktu orada. 2 yoldur, 2 bedene gider. Bunlar elbette dağdan gezirlermiş, dürbün varlarmış, gezirlermiş. Moğay ki gelirlermiş, evvelini o adam ki İngilizce getirirmiş, o çıkıp yazıyor. Buna diyorlar ki, git o bedene geldiğin başına, oraya gidin geldiğin başına, orada artık hiç kim yok oldu. Alamet ver, bir kim yukarı da biz gelek. Belki geldiğin ayaz oradaymış tutlasını. Diğer خب ile aynı o alameti verin, gelin hiç kim yoktur. Bu da birkini yukarı eder, ile o alamet ki kararmış verir ve
izin var diye diye sen var git şey olmasın bir daha. مجاهدین جنوب طی روزهای متوالی پاسگاه ها را یکی پس از دیگری به دست گرفتند و در نهایت شیراز به محاصره مجاهدین درآمد. کلونل اورتون در گزارشی می نویسد: عصر روز 15 ژوئن از طریق عوامل موثق اطلاعات حاصل شده که قوای دشمن در حول محور احمدآباد حدود 800 نفر، در دامنه‌های پایینی کوه برفی حدود 200 نفر و حدود 300 نفر در مسجد بردی هستند و صولت‌الدوله نیز با 2 یا 3 هزار نفر در حوالی دهشیخ استقرار یافته برای برآشفتن مردمان متعصب شیراز حرکاتی در جریان است. صولت‌الدوله با انتشار نامه‌ای مردم شیراز را اینگونه مورد خطاب قرار داده و آنها را تشویق به مبارزه می‌کند. رمضان 1336 به عموم ملت شیراز امروز 1 ماه است که مجاهدین به حکم سید عبدالحسین لاری با کفار در جنگ هستند. برعکس ملاکین شیراز که با کفار همراهی می کنند و آذوقه فقراء مسلم را به کفار حربی می فروشند. علماء دینی هم خاموش نشستند. آقا شیخ جعفر مجتهد که چندی قبل شمشیر به دوش برای جهاد به برازجان رفته بود، حال چه واقع شده که امروز جهاد در خانه‌اش آمده و خاموشی و عزلت اختیار کرده. آقا شیخ مرتضی که خود را حامی اسلام می‌داند و مثل سایرین رشوه نگرفته است، چرا با مجاهدین اسلام همراهی نمی‌کند؟ قوام الملک هم در شیراز آسوده خاطر نشسته، خود را بی‌طرف جلوه داده و مسلک حقیقی خود را به من ابراز نمی‌دارد که تکلیف را بدانم، اگرچه من همراهی قوام را لازم ندارم و به عون الله از اطراف قشون زیاد آمده و روز به روز بر عده مجاهدین افزوده می شود، در حالی که یک شاهی از من نمی گیرند و تنها از راه عقیده پاک برای خدمت به ایران و اسلام می جنگند که دست کفار هندی و انگلیسی به دامن عصمتشان نرسد. اما جای افسوس است که اهالی شهر خاموش نشسته و تماشای کشته شدن برادران دینی و وطنی خود می کنند. اسماعیل قشقایی. انگلیسی ها هرچه بیشتر تلاش می کردند ضربات محکمتری بر آنها وارد می شد. در آخر از طرف سردار عشایر به آنها 3 روز مهلت داده شد تا از شیراز بیرون بروند. همین مهلت 3 روزه باعث شد تا انگلیسی ها دست به نیرنگ بزنند و بین مجاهدین تفرقه ایجاد کنند. Biçilerinde ayet demişti hop. Yani bu bedelagi bağlayalım. Eğer burada geldik gene burada vururum. Eğer girdi Gorazulu'da bir kere gider gezmez gene orayı bağlayalım. Bu kadar diğer kaka vur. Diğer yok. Haber edeceğim bunu. Bundan bir haber vurayım. Hayliyer. Ayet hayliyer. Kapitanı ayladı. Kapitan dedi ki تو حالا این فارسی رو bilirdi. تو به دولت مفخم انگلیس تمارد کردی. اون دیگرler ki az işi işine vurdu. Bu kapitana vurup daha monosuna çebileme değildiler. Değillerdi. Belli bu kadar
Ayazdan değiller ki valla herkes bir zat değildi. Daha bir hemasa olanına her kim gelin her yandan yedi bir zat değil. Veli çok şücaatlidir ki bir nefer yazını vura bir harabat tüfengiyle İngiliz'in kuşununa. Herkes olsaydı kaçardı giderdi hiç yazını fena ederdi. Girsetmezdi. در شرایطی که انگلیسی ها در محاصره سخت مجاهدین قرار داشتند، قوام الملک، فرمانفرما و سایکس با برادران سلطة الدوله در حال مذاکرات مخفی بودند. آنها توانستند سردار احتشام و سالار حشمت برادران ناتنی سلطة الدوله را از او جدا کرده و با خریدن آنان کفه ترازو را به سود خود سنگین کنند. محمد علی خان کشکولی نیز که از نزدیکان سردار عشایر بود مذاکرات خود را از قبل با انگلیسی ها آغاز کرده بود. انگلیسی ها با جلب نظر فرمانفرما مراتب عزل سلطة الدوله را از ایلخانیگری خواستار شدند. در حالی که با سقوط کابینه سمسام السلطنه تا تشکیل کابینه وثوق الدوله بیش از یک ماه رئیس الوزراء رسمی وجود نداشت، فرمانفرما با استفاده از این فرصت بدون اطلاع حکومت مرکزی سلطة الدوله را عزل و احمد خان سردار احتشام برادر ناتنی او را به ایلخانیگری قشقایی منصوب کرد.